یکی از بازداشت شده ها در پرونده کشتار شهرت اسمت اللهیف معاون رئیس اریان بانک در بازداشتگاه ففتیده است. دادستان کلی تاجیکستان روز 16 فوریه این خبر را تصدیق کرد. او گفت برای دست داشتن در قتل اسمت اللهیف نسبت 18 نفر پرونده باز شده است. از این 18 نفر نسبت 14 نفر اونا برام پرونده جنایتی بود. روزای ایمدوری بانجه تبچیکار و جنایتی بسودی سال کرده شد و این بود در بررسی سودی قرار دارد. نسبت 2 نفر جنایتکاران دیگر ما پرتکول اعلام کردیم. 2 نفر از 2 نفری باقی مانده 1 نفر در مالداوی پرونده شد. رژیم قابلیت نشان دادند 1 نفر دیگر در محبس. نمایندگان دادستانی گفتند یک از گمانبران ففتیده در پرونده کشتار شهرت اسمت اللهیف پرویز مصطفی قلوف است. به اطلاع این نهاد 27 آگوست سال گذشته بعد بد شدن سلامتیش او را به بیمارخانه بازداشتگاه بردند و 1 روز بعد درگذشت. دادستانی سبب مرگ او را پنومونی مزمن ششها گفت، اما معلوم نیست که نزدیکان پرویز مصطفی قلوف در این باره چی میگویند. مصطفی قلوف ساکن 44 ساله شهر پنجکین با اتهام خبر ندادن درباره جنایت دستگیر شده است. ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف معاون اول رئیس اریان بانک یکی از قضیه‌های پر سر و صدا در سال 2023 بود. به گفته مقامات او را 23 ایون از نزدیک خانه‌اش در شهر دوشنبه ربوده بعد از شکنجه به قتل رساندند. جسد اسمت اللهیف را 13 آگوست سال گذشته از دریای زرافشان یافته در دوشنبه به خاک سپاریدند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 15 فوریه گفت انگیزه این حادثه پول است. آنها با درستی سخنهای اسمت اللهیف آید به نداشتن کریپتواسعار و خانه علاهیده برای نگاهداشت مبلغ‌های پولی نقدی باور نکرده این عملهای بیرحمانه خود را ادامه می‌دهند. محاکمه متهمان در قتل شهرت اسمت اللهیف اول ماه ژانویه امسال آغاز شده ولی معلوم نیست که حکم کی اعلان می شود.